تفسیر برکی است. از بخش حقوق، بخش علوم سیاسی فارغ شدیم و فعلا فعالیت در بخش صنایع دستی دارم. از اینکه خانما از درس و تحصیل دور شدن، من خواستم یک گوشه از این درس و تحصیل با باز کردن از این کارگاه و آموزشگاه آغاز بکنم. هدفم فقط رسیدن خانما به این که خودشان بتانن سرپای خود استاد شوند، خودشان بتانن یک گوشه از خواهشات زندگیشان پورا بتانن. از استاد برکی تشکر میکنیم که از این شرایط سخت فرمون مهیا کردن کار. شرایط فعلا شرایط خیلی فهمید چه رقم شرایط است. یعنی فعلا خودم یک شاگرد بودم، خودم مال استادی میکنم. واقعیت بعضی ها مثلا در سایت در واتساپ اینا انداختیم، از کار ما دیدن زحمت کشیدیم، خودشون برای ما یک توفه دادن. کارگاه ما کلا بخش تولیدی داریم، بخش تولید ایجاب، لباس گنده افغانی، لباس نکا، لباس عروسی و بخش آموزشی داریم، بخش خیاطی، صنایع دستی، موره بافی، چرمگری که کلا از چرم طبیعی خود افغانستان استفاده میشه. صنف‌های آموزشیش داریم که به حساب آموزش داده میشه. و جدا از این بخش‌های صنعتی که بخش کلالی داریم، فقط تولیدات هست که از بر دکاندارا توزیع میشه و به بعض نمایشگاه‌ها میره و بعض نمونه‌هایش به خود ریاست صنایع دستی. هدف ما این است که خانم‌ها را دستشان بگیریم و بتانیم که یک گوشه از زندگی خانم‌ها را با آموزشی که میتیم پر بسازیم. میخوایم یک روز به تمام خانم‌ها یک الگو باشم، یک الگوی از موفقیت، الگوی باشم که نام نیکم پیش همه خانم‌ها یاد شود. به زنان و خانم‌ها ایره میگم هیچ وقت به زندگی تسلیم نشن. زندگی تراز نشیب‌های زیاد داره، زندگی دشواری‌ها داره، پستی داره، بلندی داره، ناکامی داره. باید اگر ناکام شدن دوباره زندگی را بسازن، دوباره استاد شوند، دوباره امیدوار شوند، به خاطر از اینکه ناکامی زیبنده یک زن نیست.